دوشهروندی میگیری برای تو امکانات خیلی زیاد است، اما یک چیز را قید کردن ضرور است که نفری که یا دولتی همون دولتی که به تو دوشهروندی میدهد هیچگاه برای منفعتی تو شده اون شهروندی رو نمیدهد و خانه منفعتی خودش هم نیست هست. وقتی که ما برای کمی منفعتی خود شده رفته اونجا را آباد میکنیم، باید در بینابت گیریم که دولت خودمون چی میشه. وقتی که ما همه برای منفعتی خود شده رفتن میگیریم، این دولت رو کی آباد میکند؟ چرا که پیشوای ملت هر دفعه قید میکنن در برآمدهایشون یگان بیگانه آمده دولتی ما رو آباد نمیکند. باید ما خودمون آباد کنیم. فهمو همین سخنان رو شما با پدر و مادرتون جسارت کرده میگید یا اینکه نه؟ شاید حالا ما رو میبینن، البته چون با یوتیوب هم میذارن. البته از یوتیوب میبینن. در عائله ما خیر دوشهروندی نیست، لیکن نیت هست برای گرفتن. پدرم و از نزدیکانمون دوشهروندی دارن، لیکن من به این چیز زید هستم. حتی بعضا وقت میشد به پدرم زید نیو خیر یک لشکر میفهمونم ناراضگی خود رو من به این چیز راضی نیستم. یعنی من گرفتن نمیخوام دوشهروندی رو.